در این ویدیو میخوام ثروتمندترین خواننده‌های مرد در جهان رو بهتون معرفی کنم. فکر میکنید دارایی خالص هر کدوم چقدره؟ تریلیاردیه. باورت میشه؟ همشون صداهای خاصی و هر کدوم تو سبک خاصی مهارت دارن. شماره 1 جاستین بیبر. جاستین بیبر 30 ساله خواننده ترانه‌سرای کانادایی هستش که در سال 2007 با قرار دادن ویدیوهایی از خوندنش در یوتیوب در بین کاربران یوتیوب محبوب شد و در سال 2008 با بستن قراردادی با RBMJ ریکورد به صنعت موسیقی وارد شد. اولین EP بیبر با عنوان دنیایی که در اواخر سال 2009 منتشر کرد، اون رو به نخستین هنرمندی تبدیل کرد که 7 ترانه از نخستین آلبومش وارد جدول صدتای داغ بیلبورد می شد. جوایز جاستین بیبر شامل جوایز موسیقی آمریکایی، جوایز موسیقی بیلبورد، جایزه جونو، جایزه گرمی، جوایز بریت، رکورد جهانی گینس، جایزه MTV اروپایی و خیلی جوایز دیگه دریافت کرده. دارایی خالص جاستین بیبر 285 میلیون دلار که به پول ایران تقریباً 14 تریلیارد میشه. شماره 2 پلاسیدو دومینگو. پلاسیدو 83 سال سن داره که بیشتر به نام دومینگو شناخته میشه. این خواننده تنور اپرایی مشهور اسپانیایی مکزیکی هستش که به خاطر صدای منعطف قوی و شفافیتی که در گستره صدایی خودش داره معروفه. دومینگو به دلیل توانایی بالای خودش در بازیگری اپرایی و تعداد نقش‌های تاثیرگذار و فراوان که با تسلط از پس اونها برآمده بسیار ستایش شده. علاوه بر خوانندگی سابقه اجرای اپرایی هم داره و مدیر اپرای ملی واشنگتن و لس آنجلس بوده. دومینگو شاید یکی از منعطف‌ترین خوانندگان تنور در قید حیات هست که 124 نقش رو تا به امروز روی صحنه بازی کرده. جوایز پلاسیدو شامل جوایز مرکزی، انواع جایزه گرمی، نشان افتخار آزادی، چهره‌ساز آکادمی ضبط لاتین هستش. دارایی خالص اون 300 میلیون دلاره که به پول ایران تقریباً 15 تریلیارد هست. شماره 3 جانی ماتیس. جانی رویس ماتیس خواننده پاپ آمریکایی که به عنوان خواننده پاپ عاشقانه با صدای زیبا به محبوبیت بسیار گسترده دست پیدا کرده. ماتیس کار خودش را با تکنیک‌های موسیقی استاندارد آغاز کرد و به عنوان یک هنرمند آلبوم خیلی محبوب شد و چندین آلبوم او به مقام طلایی پلاتینیوم رسید. 73 آلبوم در جدول بیلبورد داره. ماتیس سومین خواننده پرفروش قرن 20 که 360 میلیون آلبوم در سراسر جهان فروخته که هرچی اغلب به عنوان خواننده رمانتیک توصیف میشه، میسوگرافی اون رو شامل کاپ سنتی آمریکای لاتین، آهنگ‌های نمایشی و حتی چند آهنگ دیسکو هستش. جان ماتیس جایزه 1 عمر دستاورد گرمی رو دریافت کرده و دارایی خالصش 400 میلیون دلاره که به پول ایران تقریباً 20 تریلیارد هستش. قبل از اینکه 2 پولدار آخر رو بهتون معرفی کنم، ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید تا منم انرژی بگیرم و بریم سراغ 2 نفر آخر. شماره 4 گارث بروکس. گارث بروکس 62 ساله خواننده نوازنده سبک کانتری یا همون موسیقی محلی آمریکایی. بروکسی رو به عنوان کسی میشناسن که به موسیقی کانتری کمک کرد تا در سراسر جهان شناخته بشه. ایشون به عنوان بهترین و موفق‌ترین هنرمند عرصه موسیقی کانتری از طرف آکادمی موسیقی کانتری در دهه 90 قرن 20 میلادی شناخته شد. گارث بروکس در همون کودکی روش نواختن بانجو و گیتار رو یاد گرفت. بروکس اولین آلبوم خودش رو در سال 1989 با نام اپونیموس منتشر کرد که خیلی موفق بود. گارث با شکستن رکوردهای فروش و حضور در یکی از هر 2 کنسرت برگزار شدهش در دهه 90 قرن 20 به عنوان یکی از موفق ترین ها در موسیقی عامه پسند شناخته می شود.
گارث بروکس با خاطر هنر منحصر به فردش چندین جایزه از آن خود کرده که از جمله آن 2 جایزه گرمی و 16 جایزه موسیقی آمریکا هستش. دارایی خالص اون 410 میلیون دلار هستش. و اما آخرین نفر و پولدارترین ها، خولیو ایگلیسیاس. خولیو 83 ساله، خواننده، ترانه‌سرا و گیتاریست و فوتبالیست اسپانیایی. تا به امروز آثار آن بیش از 200 میلیون نسخه فروش داشته و بر حسب اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت موسیقی سونی، ایگلیسیاس یکی از 10 هنرمند پرفروش همه زمان هاست. اون به خاطر ساخت و اجرای بالادهای عاشقانه به عنوان یک نماد نجیب و متشخص اسپانیایی به شهرت رسیده. ایگلیسیاس تاکنون در حدود 5000 اجرای زنده در جاهای مختلف دنیا برگزار کرده و در سال 1987 جایزه گرمی بهترین اجرای لاتین پاپ شده. دارایی خالص اون 600 میلیون دلار یعنی 30 تریلیارد هستش. حالا به هم بگو تو طرفدار کدومشونی؟ تو کامنت ها واسم بنویس. کانال هم سابسکرایب کن، زنگوله هم روشن کن که به محض آپلود ویدیوها با خبر بشی.